معرفی 10 ترند پاییز که بهتره زودتر از بقیه بدونی. اگه عاشق پاییز و استایل‌های خاص و شیک این فصلی، این ویدیو دقیقاً برای شماست. پاییز فقط فصل برگ‌های رنگارنگ و قهوه‌ای داغ نیست. فصلیه که استایلت میتونه بهتره کنه، البته اگه بدونی چی ترنده. تو این ویدیو قراره بریم سراغ داغ ترین ترندهای پاییز 2025. از پترن‌های جسورانه تا آیتم‌های نرم و مینیمال. پس اگه میخوای از بقیه چند قدم جلوتر باشی، حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باش تا با همه چیزهایی که در پاییز قراره مد بشه آشنا بشی. ترند اول، پترن حیوانات، مخصوصاً پلنگی. برگردیم به دهه 90، جایی که طرح‌های پلنگی اولین بار سر زبون افتادن. حالا تو پاییز 2025 این پترن دوباره برگشته، ولی با یه آپدیت خاص‌تر، مینیمال‌تر و با پالت‌های رنگی گرم‌تر مثل کرم، قهوه‌ای یا بژ. این ترند رو میتونید با آیتم‌های ساده و بیسیک، مثلا یه شومیز پلنگی رو با شلوار جین یا دامن میدی مشکی ست کنید. در واقع اجازه بدین که پترن به تنهایی و دور از شلوغی بدرخشه. پترن پلنگی برای کسایی که میخوان جسور ولی کاریزماتیک به نظر بیان خیلی مناسبه. و اگه دنبال استایلی قدرتمند و کاراکتری با اقتدار هستین، این پترن دقیقاً برای شماست. ترند دوم، کیف‌های بدون سیلوئت. کیف‌هایی با ساختار نرم، شل و اغلب بدون فرم دارن جای کیف‌های ساختارمند رو میگیرن. انگار که میخوان با ریتم آروم پاییز هماهنگ بشن. این کیف‌ها از ترند کوایت لاکچری که در 2024 حسابی سر زبون‌ها افتاد الهام گرفته شده و از پاییز قبل به پاییز امسال راه پیدا کرده. کیف‌های بدون سیلوئت نه لوگوی بزرگ دارن نه ساختار تیز. یه حس لطیف و خوش‌دست رو منتقل میکنن. این کیف‌ها رو میتونید با کت‌های اوورسایز، بافت‌های درشت، شلوارهای راحت یا حتی یه لوک کژوال ست کنید. اگه طرفدار استایل‌های بدون دردسر و در عین حال شیک و خاص هستین، این کیف‌ها دقیقاً برای شما طراحی شده. ترند سوم، رنگ قهوه‌ای سوخته. یه رنگ گرم، خاکی و عمیق که حس اصالت و طبیعت رو با خودش میاره. امسال همه چیز توی این طیف میچرخه. از ترنچ کت گرفته تا بوت و کیف. چرا ترند شده؟ چون قهوه‌ای سوخته نه تنها جایگزین مناسبی برای مشکیه، بلکه خیلی راحت با رنگ‌های پاییزی دیگه مثل کرم، زیتونی یا بژ به راحتی ترکیب میشه. رنگ قهوه‌ای سوخته رو میتونید به راحتی با انواع لباس‌های پاییزی ست کنید، از ترکیب‌های لایه لایه گرفته تا استایل‌های رسمی و حتی کژوال. پس اگه دنبال رنگی شیک و کلاسیک هستین که از مد نیفته، قهوه‌ای سوخته انتخاب خوبی برای شماست. ترند چهارم، دامن میدی. دامن‌هایی که نه خیلی کوتاهن نه خیلی بلند، درست تا زیر زانو هستن. یا آیتم همه فن حریف برای پاییز 2025. ریشه این دامن به دهه 40 و 50 میلادی برمیگرده، ولی الان دوباره با فرم‌های جدید و متریال‌های متنوع برگشته. دامن میدی رو میتونید با شومیز، پلیور، بوت‌های بلند یا حتی کت‌های کوتاه ست کنید و استایلی راحت و زنانه رو برای شما ایجاد میکنه. این مدل دامن برای همه فرم‌های بدنی مناسبه و در موقعیت‌های مختلف نسبت به مدل و جنسش کاربردیه. ترند پنجم، پترن چهارخانه. چهارخانه کلاسیک
هیچ وقت از مد نمیفته، ولی امسال با ترکیب‌های رنگی جدید و درشت‌تر برگشته. این ترند از استایل اسکاتلندی دهه 70 و حتی استایل دهه 90 الهام گرفته شده. پترن چهارخانه در شومیز، شلوار، کت و پالتو و حتی شال قابل استفاده است. این پترن برای طرفدارهای استایل‌های کمی رادیکال‌تر یا لایه‌های پاییزی خیلی مناسبه، مخصوصاً اگه دوست داشته باشید یکم حس نوستالژیک وارد استایلتون کنید. ترند ششم، اسلیپر تخت و راحت. کفش‌های فلت و بی دردسری که انگار برای روزهای خنک و پیاده‌روی‌های طولانی پاییزی ساخته شدن. این ترند در پاییز امسال دیده میشه چون مردم دنبال راحتی هستن بدون اینکه از استایلشون بزنن. برندهای لوکس هم نسخه‌های جذابی از اسلیپرها ارائه دادن. اسلیپرها رو میتونین با انواع دامن، شلوار یا حتی یک کت بپوشید و استایلی شیک و بدون زحمت داشته باشین. اسلیپر برای دانشجوها، کارمندها یا هر کسی که پاییز پر از رفت و آمدی داره ولی نمیخواد از شیک پوشی فاصله بگیره، مناسب و کاربردیه. ترند هفتم، پلیور پولو. پولوهایی که یه زمانی فقط مخصوص گلف بازها بودن، حالا تو دل استایل خیابونی جا خوش کردن. پولو که با ترکیب بافتنی و یقه کلاسیک یه تعادل بین رسمی و کژوال ایجاد میکنه، تو پاییز امسال با بافت‌های لطیف‌تر و رنگ‌های خنثی برگشته. پلیور پولو رو میتونین با انواع شلوار راسته و گشاد، دامن‌های پشمی یا حتی زیر کت‌های رسمی بپوشین. این آیتم برای کسایی که یه ظاهر آکادمیک، شیک و در عین حال راحت رو دوست دارن انتخاب خوبیه. ترند هشتم، شلوار فلر اسکینی. این مدل که از بالا جذبه و از پایین گشاد، خط پا رو بلندتر نشون میده و فوق‌العاده خوش فرمه. پس برای افرادی که دوست دارن بلندتر دیده بشن انتخاب خیلی خوبیه. شلوار فلر اسکینی از استایل‌های دهه 70 الهام گرفته شده ولی با الگوهای مدرن و متریال بهتر. این مدل شلوار رو میتونید با بوت‌های پاشنه‌دار، پلیور یقه اسکی یا تاپ‌های جذب بپوشین و یه استایل شیک پاییزی بسازید. شلوار فلر اسکینی برای هر کسی که میخواد قدش بلندتر دیده بشه یا به پاهاش فرم بده عالیه، مخصوصاً مناسب فرم بدنی ساعتشنی و گلابی. ترند نهم، بوت شل و راحت. دیگه لازم نیست بوتت سفت و صاف باشه. بوت‌های شل که دور مچ پا جمع میشن امسال حسابی ترندن. چرا محبوب شدن؟ چون حس ریلکسی، راحتی و شیکی میدن. به علاوه اینکه استایل لایه پاییزی رو تکمیل میکنن. بوت شل با دامن میدی، شلوار اسکینی یا حتی زیر پالتوهای بلند به راحتی قابل ست شدنه. و آخرین ترند، رنگ صورتی پودری. صورتی پاستلی، اون هم در پاییز، شاید کمی تعجب برانگیز باشه، ولی امسال این رنگ لطیف تو دنیای مد پاییز سر و صدا کرده. انگار برای اینکه تعادلی بین گرمای بافت‌ها و لطافت رنگ‌ها ایجاد کنه. از کجا ترند شده؟ از ترکیب دو ترند بزرگ سافت فمینینتی و دوپامین درسینگ که به سراغ رنگ‌های لطیف و آرامش بخش میرن. صورتی پودری دقیقاً همون رنگیه که هم روحیه میده، هم شیک و خاصه. این رنگ به راحتی کنار رنگ‌هایی مثل توسی، قهوه‌ای سوخته یا کرم و سفید میشینه. مثلا یه پلیور صورتی پودری کنار شلوار خاکستری یا یه پالتوی کرم یه استایل زنونه، دلنشین و متفاوت برای شما درست میکنه.
میخوایم بدونیم که صورتی پودری برای چه کسانی خوبه، باید بگیم که برای همه. مخصوصاً کسانی که دوست دارن استایل ظریفی داشته باشن ولی همچنان خاص و متفاوت دیده بشن و برای میتینگ های کاری، دیت یا حتی یه قرار دوستانه عالیه. خب اینم از ترندهای داغ و شگفت‌انگیز پاییز 2025. همشون یه جورایی ترکیب مدرن و نوستالژیکن. بعضی ها جسور و بعضی ها مینیمال. ولی همشون یه چیز مشترک دارن. اگر درست ستشون کنی، استایلت رو به سطح بالاتری میبرن. حالا نوبت شماست. توی کامنت ها برامون بنویسید کدوم یکی از این ترندها بیشتر با سبک شما جور در میاد. اگه بخواین فقط یکی رو امتحان کنین، کدومشونه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی شیک و خوش استایل بمونید. خدا نگهدار.